کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار داده است که بحران بشری افغانستان با اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه تشدید می شود. UNHCR در اعلامیه‌ای که ناوقت روز سه‌شنبه 29 اپریل منتشر کرده گفته است که صدها هزار افغان به زور به سوی خطر بازگردانده می شوند. این اداره افزوده است که پس از اول ماه اپریل حداقل 250,000 افغان به کشورشان بازگشت شده اند که از این تعداد حدود 96,000 نفر به طور اجباری اخراج شده اند. UNHCR نگرانی خود را در مورد سرنوشت زنان و دخترانی که تحت حکومت طالبان با ظلم و ستم فزاینده روبرو هستند ابراز کرده است. در این اعلامیه بر نقل از بابر بلوچ سخنگوی این اداره آمده است که آنها با محدودیت‌های فزاینده در زمینه اشتغال، تحصیل و آزادی رفت آمد مواجه هستند.